اونس جهانی طلا $3400 شد و تو هنوز داری طلای خودتو میفروشی. اونس جهانی روز به روز داره سقف‌های بالاتر رو تجربه میکنه، ولی خب طلای ایران داره ریزش میکنه و من این ریزش رو فقط به خاطر مذاکرات اخیر میدونم. حالا اگه بخوایم میتونیم بریم روی چارت که منطقی تر در این رابطه صحبت کنیم. بچه‌ها بریم روی چارت یه لحظه. ببینید دقت کنید، دو تا محدوده حمایتی داریم ما برای طلا. یکی محدوده 6,300,000 تا 6,600,000 و یکی هم محدوده 5,500,000 تا 5,900,000 که الان قیمت به نظر میرسه که واکنش خوبی داره به محدوده اولی نشون میده و اگر دقت کنید تا آخر این هفته قیمت بتونه بالای این محدوده، یعنی بالای 6,500,000 خودشو نگه داره، انتظار صعود داریم تا محدوده 7,600,000. ولی خب چنانچه این ناحیه از دست بره میتونه پله بعدی خرید ما محدوده 5,500,000 تا 5,900,000 باشه و من به عنوان یک تریدر و تحلیلگر بازارهای مالی وظیفه خودم دونستم که این اطلاعات رو بهتون بدم تا در قیمت‌های پایین‌تر طلای خودتون رو نفروشید. موفق باشید.